که بیشتر نفر فکر میکنن که من این زمان روی نیستم، من رویگی هم رو دام داده استودم. این یکون استاپ نشده است با قولی که میگن. فقط در برابر رویگی باز یک کسب دیگر رو شروع کردید. بله. و یک مرد چی؟ هنر کامل داره از ما 47 تا شد. اکنون دوام میدیم درباره نماهنگ. برای نماهنگ این کلیپ میروی بیشتر هم یکی از چیکم کارهای بود که من برای وای صدق دل با یک حواس کار کردیم. این در آنجا چهار هنرمندی مردمی ما عبیدالله رجبов شادروان احمدشاه الفتشویев بله استاد سایرام ایسویeva و قربانی صابیر چهار نفر هنرمندان مردمی و شادروان الفتشویев در میان ما نیستند. همه میدونند که چند ماه پیش قلب زیبایشان از تپش ماند و این یکی از آخرین ثبت های یکی از آخرین کارهای الفتشویев. این آخرین کاری استاد بود و من حتی حیران میموندم وقتی که ما روی ثبت رو میموندیم. ساعت ما عادتا ثبت رو وقتی که 7 میگیم یا 8 میگیم من میدونم که همه ساعت 10 صبح میباید یا 11 علاقه روز. استاد ساعتی 6 یا 7 سحر میومدن. من حیران میموندم دا من فکر میکردم من نمیدونم این یگان معجزه است این چیز. یگان چیز حس میکنی که گویا میتونه شد و بعد از تقریبا 10 روز یا 14 روز دیگر من فهمیدم که استاد از این عالم واسطی گذشتم. برای همین بسیار خبری ناخوش ولی من بسیار شاد از آن هستم که استاد نقش آفریدن و در این کلیپ چیگم نامشون ماند، نقششون ماند و هنری والایشون در کلیپ ما ماند. من در این نماهنگ در این ویدیو کلیپ عبیدالله رجبов رو نشناختم. یک زنگ تلفنی از قبول بکنم. الو سلام علیکم. و علیکم بر سلام. خود رو معرفی کنید و سوال رو با مبارز پیشکش سازید. ایواج گرمترین نقطه تاجیکستان. من در ایواج بودم، سوختم، پوختم، با یک از اون برگشتم به دوشنبه. درود بر شما. درست. سپاس دارم. موفق باشید. مرحمت. بله تشکر با شما. برای چی نه ما به نزدیکی اکی ارزو بغیر از اونی که مثلا روی هستن مثل من باز همه کارا هم کارگردان هم شاعر و من شخصی همه کارا هستم. من ارزو دارم نیت دارم که کنسرتی یکی من رو همین کارگردانیش رو و من رویگیش رو با پورگی به دست ارزو سپاریم. با جان و دل. الو یک بار دیگر زنگ میزنی تلفنی ما 446 107 راستی عبیدالله رجبов رو من نشنیدم. بله ما همراه استاد صحبت کردیم. استاد راستی گفت مراتبه اول من راضی گفتم، یعنی گفتم من کلیپ بازی نمیکنم، شاید اینترنت هر خیلی حالت ها بود ولی بالاخره راضی شدم و بعدا یک روز پیش از صبح برای من زنگ میزنم میگن که من فکر کردم برای کلیپ تو من لازم نیستم، من باید این کلیپ رو در این کلیپ باید که اشتراک نکنم. من میگم استاد آخه گپ در سر چی است، چی پرابلم شده است؟ نه من فکر کردم من باید که کلیپ در آن کلیپ نقش آفرینی کنم. ببخشید زنگ تلفنی است. الو سلام علیکم. خود رو معرفی کنید. الو شما در نشر مستقیم قرار دارید. مرحمت سوال خود رو پیشکش سازید. و علیکم بر سلام.
бале бале. Ага. تشکر با شما برای سوال. مرحمت. خب تو اینجانی یکی از بغیر سریال اشپول دوشنبه که الکی 24 سریاش رفته استوداست 24 نشر این سریال من در یکی از بسیار هم فیلم جالبی استیصال سوخت سینما اشتراک کردم در یکی از نقش‌های اساسی و فیلم بسیار فیلم شوق‌آور است و 70-80% اگر چی نام داره؟ فیلم با زبان روسی است приключения Алишера نام دارد سرگذشت الشیر این فیلم درباره من یک کنم و یکی از دوستان روس زبانی خود رو گرفته با تاجیکستان میاد بله بله برای اینکه تاجیکستان رو بینن فکر یعنی که عقیده‌هایشون عوض شود بله و این هم برای بلند برداشتن نفوذ ملی بله بله دادن زیبایی طبیعتی ما نشان دادن شهر برای بالا بردن ریتینگ کشور بله خیلی خوب بود اکنون رنگ زدید موی سری هنرمندی مردمی تاجیکستان عبیدالله رجب بله بله بعدم استاد راضی شدن نه که شرط خودی استادم همین بود که میگن که من باید در یک ابرازی باشم که ابراز تماما نباشه بعدم گفتم استاد بسیار کار دشوار من گفتم ابراز شما معلوم است الکی ما دیگر خیلی کنیم شاید نمیشناسیم رو گفتن بیاید یک کاری میکنیم که بیاید من اشتراک میکنم من دیروز در فیلمم اشتراک نکردم در هر چی راضی هم نمیشم من راضی میشم با شرطی که باید یگان کاری غیر عادی کنیم و بعد فکر کردیم چیکار کنیم بیاید استاد دادن مویشون جنگیلمو هستن بله سفید است موی سرشون و ما استاد رو گرفتیم موی بقالی که میگن کلاسیکا کردیم و مویشون رو سیاه کردیم بود بسیار نفر رو نشناختند مثل همون سرمایه‌داران بله 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 اگر استاد در آنجا مثل یک نفری 45-50 سال بله 45-50 سال خیلی جوان بله 20-25 سال جوان شد جوانتر شد استاد سپاس میگویم بعد چند با صحبت را با مبارز ادامه میدیم حالا شرح خبرها رکلام و بعد ترانه دوست داشته مخلصان مبارز میروی بله الو سلام علیکم من گوش میکنم شبانه روز اخیر در جهان زیاده از 77,000 حالت سیرویابی کرونا اشکار شده است. چی می‌خواستید؟ تاجیکستان و خیتای برای کشودن بزرگواری حکومت تدبیرهای مشترک می‌اندیشند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر سال مبارز دویت با برام دقیقاً کی میبره؟ در روز نوروز 21 مارس 21 مارس سپاس بر شما аудитория коллаборация мешад да не вот як این аудитория این برنامه هست من به ایسا الو و علیکم السلام لابای جون Майнаш, чи? Номиш му чи? Генеральный партнер компания Сиома, Gold партнер Душанбе Сити, эстетик партнер Центр София, фитнес-партнер X-Fit Душанбе. А с Грозной Чечня, ага. Энергетик Флэш, генеральный информационный партнер Радио Азия Плюс. Чем я хвосты? 93 353 40 40. Дерзкие похитители сна Бахан Изюбаев и Дарья Христолюбова будет Таджикистан. Каждое буднее утро с 7 до 10. Лови волну 107 FM и начинай свой день с нами. Бодро и весело. С играми и смелыми решениями и курьезными новостями. Партнер шоу – компания Дисел. حاضر نمیتونم حاضر من در نشر مستقیم قرار دارم حاضر من سوال شما در نشر مستقیم پیشکش میکنم میگم که از چچنیا گروزنی همین سوال شد از چچنیا گروزنی یک دختر میگوید که برای چی مبارز من دوست میدارم مخلصش لیکن میترسم که گفتگو کنم رابطه برقرار کنم چون که خودش رو بسیار جدی میگیره جدی درست نه
یک وقت دیگر میتونیم یک وقت دیگر خیلی سرودی چرا نگفتی می رود ساعت دیگری با چرا قد تمام میکنیم چرا قد الو میبری رحمت همین تکست چیه اومد شو بوده 1 ساعت نوشته نمیره یادتون هست یکم رو اومدم یادتون هست یا چی دیگه نوشته نمیکنم الو да ва алейкум ассалом ман орзу шумо чӣ мехостед мубориз дар назди ман пешкаш кунед саволатонро барои чӣ занг задед мақсади занг задани шумо чӣ ман рости гап ҳамаша хонда натунистам пахши мустақим ба вайбери мемонад вайбери азия плюс нависем вайбери азия плюс 38 4 0 107 ҳама рӯёи маро мекунӣ зерурӯ ҳама дунёи маро бори ҳиҷрони ҷудоӣ нашавад ки пас наоӣ Biri bu badalbay soqdagi aranjirovщики raqam ya. Uz bu anca me kuchen da bu aka. Diga jo вообще. Алло. Нашли. مبارز عثمانوف مهمانی ما است. یک بار دیگر مبارز را خوش آمدید میگوییم و به تمام شنونده ها درود خود و کارمندان رادیو آسیا پلاس را میرسانم. دوستان عزیز، اینجا امید یک از شنونده های ما از مسکن نوشته است که تعداد شنونده ها و بیننده ها از حساب تاجیکانی که در خارج زندگی میکنند خیلی زیاد میشود و اینجا سوال با مبارز به زبان انگلیسی آیا